آدم گرفتن نمیتونه، از او خاطر تو باید رد بکنی به سوی متشابهات. این یعنی معنا اینجا مراد است. دیگه معنا میه بعضی آیات محکمات است که نسخه قبول نداره، بعضی آیات متشابهات است، یعنی در فصاحت و بلاغت، در حق گویی یا در ای که مطالب عمده را داره، مضامین خیلی والا را داره. آیات های قرآن یکی با دیگه متشابه می باشه، خوب معناها اینجا مراد نیست. قرآن برای ما تقسیم کرد آیات های قرآن خودش الله تبارک و تعالی، یکی محکمات یکی متشابهات. محکمات و آیات است که معنای مرادش مکمل واضح است. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا. حالا اگر تو میگی که اونجا خود گفته که و روح منه، عیسی روح از کیست؟ روح که از الله شوه خود مشابه کی میشه؟ او اونجا قرآن میگه که چیسته؟ ولم یکن له لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. سیسته فلا تضربوا لله الامثال. قرآن خون طور میگه او معنا آیات های محکمه داریم، بس دیگه تو عالی دیگه طرف باید نروی، از این آیات های متشابه دلیل بری خود نگیری. دو قسم آیات ها در قرآن موجود شد، یکی محکم یکی متشابه. محکم امو آیات میگه که معنای مرادش واضح است، متشابه او را میگه که معنای مرادش واضح نیست، احتمال ارق جهت داره. از امو خاطر الله تبارک و تعالی چرا دو قسم آیات را قرار داده؟ بندگان خود امتحان میکنه. او بندگانی که تسلیم به نظام الله است، آیات محکمات اصل قرار داده، مرجع قرار داده. ام الکتاب به خاطر میگه، مادر به خاطر میگه که اولاد در وقت مشکل طرف مادر چی میکنه؟ پناه میبره میروه. این جمعی آیات متشابهات رد میشه طرف محکمات. معنایش امور رقم معنا بکو که قطعی آیات محکم در تضاد نباشه. خو الله میگیم ید الله مغلول، یهود گفتن دست الله بسته است. کدام دست؟ دستی مواره؟ نه. چرا اگر مواره بگم لیس کمثلی شیء، اونجا صراحتا میگه که به مثل الله چیزی نیست. خیر ما دستی الله را به مثل دستی الله کده نمیتونم. خیر چی طور کنم اینجا؟ اینطور معنا میکنم که قدیم آیت محکم در تضاد نباشه. میگم دست برای الله ثابت است. چرا؟ قرآن میگه. کی میگه؟ قرآن میگه. خود چی رقم دست؟ موارد است؟ نه. امو رقم که لایق شان کیست؟ ذات الله را ما درک کردن نمیتونیم. ذات الله را ما در وجود خود، سری وجود خود، سری ذات خود علم ما در نهایت رسیده. او ذاتی که کل کائنات فرا گرفته، کرسیش تمام زمین آسمانه، عرشش تمام کرسی را، و الله سری عرش است. علمش احاطه کرده، قدرتش احاطه کرده، نظره و علم ما او را احاطه کرده میتونه؟ نمیتونه. از دو خاطر کیفیت صفات الله را احاطه کرده، ذات الله را احاطه کرده نمیتونیم. خیر چی طور میگیم؟ ید برای الله ثابت است، همون رقم که لایق چیست؟ خو ساق برای الله ثابت است، همون رقم که لایق شان کیست؟ الله. نزول برای الله ثابت است، همون رقم که لایق شان کیست؟ الله. وجه برای الله ثابت است، همون رقم که لایق شان کیست؟ استوا بالای عرش برای الله ثابت است، همون رقم که لایق شان کیست؟ الله تبارک و تعالی است. این محکم آیت ما را وادار کرد که متشابه را طوری ترجمه کو که امرای محکم در تضاد نشود. او علما دو قسم است، اینجا مردم دو قسم است. یکی آیت محکم اصل قرار میده، مطابق آیت محکم متشابه را مانا میکنه، میره پیش. لیکن مردم دیگه که در قلب انحراف و کجی داره، به خاطر تایید مذهب خود، نظریه خود، مفکوره غلط خود، از آیت متشابه چی میکنه؟ بگوی توجیه میکنه، میگه اینجا اینطور آمده، اینجا اینطور آمده، اینی احتمال داره، وام توجیه میکردن. وفد نجران به پیغمبر علیه السلام گفت که قرآن شما گفته و کلمتو، کلمه الله است، و روح منه، روح از جانب کیست؟ الله است. چرا این متشابه است؟ حالان که روح منه ایمانا، این روحی است که از جانب الله روان کرده شده، روحی است یعنی صاحب روح است از جانب کی؟ چرا دیگران را دیگه مخلوقات خود الله و روح منه نمیگه؟ به خاطری که پیدا شدن عیسی علیه السلام به یک شکل چیست؟ خلاف سیستمی پیدا شدن دیگه مردم است. دیگه مردم از پدر و مادر، و این تنها از کی؟ مادر پیدا شده، از او خاطر روح منه میگه.
اگر ما کلمه من میگیم بعضی الله است، باز خو اونجا آسمان و زمین هم الله در اونجا گفته جمیعا منه، کلی آسمان و زمین از کیست؟ دیگه بعضی الله خوشوده نمیتونه. از دو خاطر محکمات اصل و مرجع برای کتاب است. یک عالم ترجمه میکنه، شما ترجمه شاید گوشم گرفته باشه. یک روز همونطور از رادیو شنیدم، در رادیو بود یا در تلویزیون بود، در چیزی شنیدم، او گفت آیات متشابهات معنای مرادش عالی معلوم نیست. خب به پیشرفتی علم و به مرور زمانه این متشابهات آیاتایش چی میشه؟ منکشف میشه، معنای مرادش معلوم میشه. ما گفتم اینجا اشتباه کردی جناب مولوی صاحب، ترجمه قرآن خو میکنه خود دقیق نیست. ترجمه قرآن وقتی بکو که تو دقیق شوی، کتاب الله است. دایی همونطور نخیز از خو که حالی هر چیز که در دان دامت بیان کده برو. فرق است در بین آیات متشابهات و آیات کونی. آیات کونی کی را میگه؟ آیات کونی نشانه های قدرت الله در کائنات. در کائنات تحقیقات پیش میره، دیگه بر ما منکشف میشه. آسمان سقف گفته بود، چی گفته بود؟ تحقیق جدید ثابت کرد که اصل مراد از آسمان فضای متراکم است که چقدر کیلومتر ضخامت داره و در اینجا الله چی هسته؟ مواد ناری را پیدا کرده که سنگای سیارات دیگه که میایه کلش اینجا چی میشه؟ خاکستر میشه، ذوب میشه، پایین نمیاد. اینمی هوای متراکم حیثیت چی را؟ بام گرفته که حالی سنگا را نمیگذاره که سر ما بیایه. چرا؟ این تحقیق جدید شد. در آیات کونی برای ما چی بود؟ معلوماتی علایده داد یا نداد؟ آسمان و زمین کانتا رتقا ففتقناهما. الله چی میگه؟ یا تنگ بودن، ما ای را چی کردیم؟ فراخ کردیم. امی قسم آسمان ها در اول چی بوده؟ و هی دخان، و مثل چی بوده؟ گاز و دود بوده. ساینس جدید هم ثابت کرد که اصلی مواد زمینی سیارات هم چی بوده؟ گاز بوده. خب تحقیق جدید، امی مراحل جنین قرآن بیان میکنه که این نطفه است، علقه است، بعد از او مدغه است، بعد از او چیست؟ اینه تحقیقات جدید امی مراحل مکمل نشان میده. فهمید؟ این آیات کونی میگه. در آیات کونی پیشرفت میه، جدید علم برای ما حاصل میشه. خب متشابهات در زمان پیغمبر که کدام معنا داشت، در قیامت هم که نزدیک شوه امو معناست، دیگه در او اضافگی پیدا نمیشه. خب مولوی صاحب محترم که ترجمه میکرد در کدام رادیو و تلویزیون، او جناب میگفت که آیات متشابهات به مرور زمان با پیشرفت علم چی میشه؟ معنای مرادش واضح میشه. این دودی خور ترجمه میکنی، چرا اینطور ترجمه میکنی؟ در متشابهات دیگه پا نمیاد، متشابهات در حال خود باقی است. دو قسم متشابهات داشتیم، یکی حتی معنایشان معلوم نیست، مثل حروفی کی واره؟ مقطعات واره. دوم معنای اصلی لفظشان معلوم است، اما معنایی که الله اراده کرده او معلوم نیست. چرا؟ کیفیتش ما نمیدانیم. چرا الله آیات محکمات متشابهات روان کرده؟ قرآن علی بر ما میگه فاما الذين في قلوبهم، آیات محکمات متشابهات الله محک است، معیار است برای شناخت علمای حق و باطل، علمای راسخین و زایغین. دو قسم علما داریم، یکی زایغین است، تمام روز طرف متشابهات میگرده، توجیهات میکنه برای بدعت خود، برای شرک خود، برای خود سند و دلیل غلط پیش میکنه. سند و دلیل غلطه. چرا؟ از متشابه چی میکنه؟ استدلال میکنه. ما براتون یک چند چیز براتون میگم که وا استدلال میکنه که ذهنتون خلاص شوه. قرآن خیلی طور میگه دو قسم علما را تقسیم میکنه. فاما الذين في قلوبهم زیغ، پس هرچی کسانی هستند که در قلبایشان زیغ کجی است، انحراف است، فیتبعون، از پی میشوند ما از او آیات تشابه که متشابه است، منه از امی کتاب. چرا از پی آیات متشابه میشه؟ ابتغاء الفتنه، برای طلب فتنه انگیزی، برای از اینکه مردم در شرک واقع کنه، فتنه شرک هم میگه، برای از اینکه مردم در دورویی قرار بده، تلبیس بیاره بالای مردمای عوام مشتبه بسازه، و ابتغاء تاویله، بخاطر طلبی مطلب پوشیده از او، مطلب پوشیدهشه به تایید مذهب خود پیدا کنه، برای تایید مذهب خود بیاره.
و ما یعلم تاویله مطلب درستی از زیره نمیدانه الا الله بغیر از کی؟ الله. و الراسخون فی العلم کسی که پخته در علم هستند چی میگن؟ یقولون میگوین آمنا به ما ایمان داریم به این نمی آید کل من عند ربنا تمامیش اگر محکم است اگر متشابه است از جانب کیست؟ و ما یذکر نصیحت نمی پذیره الا اولو الالباب مگر کسانی که صاحبان عقل هستند. اونمو مردما از این طور آیتا نصیحت میگیره که الله چرا این طور آیتا را پیدا کرده؟ به خاطر که انسان عاجزم بفهمه که من هر قدر بدوم در میدان، هر قدر بدوم بازم علمم در مقابل علم الله مثل چیز قطره بگوی یک قطره از یک بحر. انسان درک بکنه که انسان با تمام پیشرفت هایت نمیتونی تمام علوم الله را چی بکنی؟ معلوم کرده بتانی. دو قسم علما شد، یکی زایغین است و پشت آیات های متشابه را دنبالش میگرده و یک توجیه را یک معنا را میکشه که تایید امو مسلک و امو دعوت خدا بکنه سرش. یک قسم علماست و محکم در علم هستند میگن که کلش از جانب الله است، اصلی مطلبش غیر از الله دیگه کس نمیدونه. اینجا دو نظریه است. یک نظریه است که یک توقف سری الا الله میشه. اگر توقف در سری الا الله شوه معنی میده که مطلب درستی همین متشابهات غیر از الله دیگه کس نمیدانه. دوم توجیه است که نه، اینجا والراسخون فی العلم و ما یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم اینجا وقف میشه. باز اینجا راسخین در علم هم آیات متشابهاتش معنیشه بگوی میفهمه. ابن عباس رضی الله عنهما که رئیس المفسرین بود او میگفت ما از جمله کیستم؟ راسخین در علم هستم، یعنی معنیش میفهمم. آلی معنیش نمیسته از او میگه که معنیش نمیسته که در قرآن ذکر شده که بله الله یک دست یک دست، خو کیفیتش نمیدانم. ید ثابت میکنم خو کیفیتش نمیدانم. کسایی که زایغ است از علما که و توجیهات برای خود میکنه چی رقم؟ مثال اهل زیغ اینمی نصارای نجران از آیت قرآن کریم از روح منه چی کردن؟ استدلال کردن، گفتن که عیسی جزی کیست؟ الله. که جزی الله شد نعوذ بالله خیر چیسته؟ بچه الله است. کسی که از چیزی جز باشه مشابهش می باشه، که جز باشه بچهش می باشه. تصرف در ملکیت از او میکنه، بچه در ملکیت پدر خود تصرف میکنه یا نه؟ عیسی علیه السلام هم تصرف میکنه. یکی از تصرفاتش است که ما را کلی ما را چی کرده؟ معاف کرده. هر قدر گناه که ما میکنیم الله ما را مؤاخذه نمیکنه. ذمه‌واریش او زده. چی رقم ذمه‌واری؟ خدا دا قربان داده. این قربانی میگه به خاطر گناه ما بوده. پس این دین مردم دعوت به گناه میده یا به اجتناب از گناه؟ به گناه میده. وقتی تو تصور بکنی کل گناه بخشیده شده اینالی میبرایی دیگه سعی نمیکنی، نه سود سعی میکنی نه زنا را نه حرام نه حلال بس کرده رو استی نعوذ بالله. از این خاطر یکی از دلایل بطلان دین اینه میگه. پس دوم استدلال چی؟ بعضی مردمای جاهل میگه پیغمبر چی بود؟ بگه نور بود. چرا؟ به خاطری که در قرآن آمده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. قرآن کریم اینجا مراد نیست، چرا که کتاب پشتی سر ازی ذکر شده. مراد از نور کی است؟ پیغمبری الله است. اون الله میگه که نور براتون آمده و شما قبول نداره. یک مولوی را در CD میبینم که دکتر صاحبه و مولوی صاحبه هم در مجلسش نشسته است و او گریان هم میکنه. اوه مردم، کسایی پیدا شده که پیغمبر نور نمیدانه. پیغمبر نور بود، سایه نداشت. اما دکتر صاحبه و مولوی صاحبه یکیش انتقاد سر ازی نداره که اینجا نور معنی نیست که پیغمبر جسم بشری نداشت. نور معنی صفت نورانیت داره. نور چی را میگه؟ یک شی واضح را که خودم روشن است دیگران هم روشن کرده. اینی گروپ نور گفته میتونیم. خودش روشن است دیگر روشنی هم داده. پیغمبر صداقت نبوتش شخصیتش مکمل روشن بود یا نه؟ خب دیگران روشنی آورد یا نه؟ دعوت داد، دعوت دین صفت نورانیت داشت. خب لیکن بشر بود یا نه؟ جسم داشت یا نه؟ از مادر تولد شده بود یا نه؟
تعجب به این بدبخت است که میره در مدینه در قبرش چیخ میزنه. اونجا نه، اینجا چی میگه؟ زار دیده روزی شما شنه روزه دی شنه روزه. شنه روزه را گفته رایسته او خود ملاق داده رایسته. در روزه چیسته؟ نور در روزه می باشه؟ اونجا خود جسم است، کالبد است. عجیب مردم است، یک طرفی دعوا را میکنه، باز دو طرف خلاف است. صریح آیت قرآن کریم. خو اینجا صریح آیت قرآن کریم دیگه کدام است؟ محکم. آیت محکم کدام است؟ قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. خودی پیغمبر میگه یا نمیگه؟ الله نقل میکنه از دهن پیغمبر. بگوی پیغمبر علیه السلام انما انا بشر، من انسان هستم. میخوره پیغمبر خوردن نوشیدن کده یا نه؟ یا که باز بشینه که پیغمبر در شکمی خود سنگار بسته میکرد؟ نور سنگ است در شکمی خود بسته میتونه؟ چیزی که نور باشه؟ عجیب است. عجیب مردم، عجیب اشتباهات در مردم پیش میکنه. باز چی میگه؟ سایه نداشت. خودش سایه نداشت، کالایش خود سایه داشت. او کدام طرف شده بود؟ عجیب گپ میزنه، مردم در اشتباه آورده. تعالی را فعلا در اینمی معاشره مسلمانایتان بسیار مردم هست. سوال کنه اگر عقیده نور بودن پیغمبر را نداشت، از بشر بودن اگر منکر نبود، این دستی مرا قطع کنه. همیال فعلا دمی معاشره تان است، فعلا همی عقیده را داره. ملایتان است، دمی او ملا دمی حول دمی محدوده است، دمی گردوبر است، گریان خیلی زیاد یاد داره. او میگه که نور است پیغمبر. اینا میگه استدلال از متشابهات است. خب چی میگه؟ میگه وی یا محمد قبول نداره. چقدر مردم بیادب است در شان پیغمبر بیادبی میکنه. پیغمبر او تو راستی را میگه که جایز نیست. ابراهیم خلیل الله نگفت؟ آواز نداد ابراهیم خلیل الله؟ الله برش گفت که ادعوهن، آواز بده برش. بریمو پرنده های مرده ټوټه شده که در سر کوه مانده بود. الله امر نکرد ابراهیم خلیل الله را که آواز بده. الله میگه ابراهیم خلیل الله را مامور کرده که آواز به اونمو پرنده های پارچه آواز بده، او تو پیغمبر میگی که آواز نده. ما خو میگیم که اونجا معجزه بود. الله ابراهیم خلیل الله را به طریق معجزه نشان میداد که پرنده ها چی میشه؟ بگه جمع میشه و پرنده میشه و پیش روی پیغمبر ابراهیم خلیل الله میآید. اما اونجا آیت قرآن صریح است. یا ایها الذین آمنوا لا تجعلوا دعاء چیست؟ دعاء الرسول که دعاء بعضکم بعضا. نگردان آواز دادن پیغمبر به مثل آواز دادن بعض شما برای بعض دیگران، که شما یکی دیگه تانا صدا میکنی او احمد او محمود، با پیغمبری طور صدا نکنی. چی طور بگه؟ یا رسول الله، یا حبیب الله، یا نبی الله. نه، او در کدام حالت که پیغمبر چی بود؟ زنده بود، روی بروی بود. اگر اونجا یا محمد بگویی نام پدری تگاهی گرفته آواز داده که فلانی بازیجا اون سخت بیادبی میشه، یا مردم گول میزنه. حتی ما مناظره داشتن، باز در مردمی طور میگفتن یا محمد قبول نداره. سعی کنه اینجا هم از متشابهات کار میگیره. میفهمه چی میگفت؟ یا محمد قبول نداره. او مردمی طور فکر میکرد که اینی مردم محمد قبول نداره. او منظورشان خو این طور بود که این مردم یا محمد گفتن چی نیسته؟ قبول نداره. ما میگیم که یا محمد گفتن در شان پیغمبر اگر حیات باشه، نزدیک هم باشه، بی ادبی است. چیسته؟ چرا که یا محمد یا اعرابی گفته، یا یهودی گفته، یا منافق، یا الله یا جبرئیل امین. الله و جبرئیل امین خود چیست؟ بگوی مکلف نیستن. اما دیگران امو کسایی گفته که وا قدر و قیمت پیغمبر علیه السلام نمیشناختن، وا گفته. او یا قطعا مناظره سری ازی داره. او بعد از وفاتش یا محمد کلمه یا برای حاضر شدن استعمال میشه. چی؟ او فلانی. برای کسی آواز میدی که او بشنوه و مقصدی تم بدانه. پیغمبر میشنوه، مقصد آدم میدانه، در مشکل رسیده میتونه. باز دیگه مولایش گفت که نه، ما به او طریقه نمیگیم، به طریق چی میگیم؟ محبت. به طریق چی میگیم؟ محبت با پیغمبر عبادت است یا غیر عبادت؟ محبت با پیغمبر جز ایمان است، عبادت است. کسی که محبت با پیغمبر نداشته باشه کافر است. چی است بگه؟ کافر است. خب وقتی که محبت پیغمبر عبادت شد، عبادت طریقه داره یا نداره؟
طریقش کی بیان میکنه؟ در کدام جای پیغمبر ما را گفته که مرا صدا کنی برای محبت ما یا محمد؟ او میگه کسی که مرا محبت میکنه سنت مرا زنده کنه. اگر محبت میکنه درود بفرسته بالای کی؟ نگفته که محمد گفته چیخ بزن. عجیب است. اینی را میگه چی؟ استدلال از کی؟ زایغین. از کدام جای استدلال به کدام جای میکنه؟ خب دیگه مبتدعین دست اثبات حیاتی چیست برای انبیاء علیه السلام، اولیاء و شهدا بری از جا میگه وی آیت قرآن نیست. اوی موضوع است که بار بار ما و شما قطشی میشیم روبرو. قرآن کریم میگه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. ها بیچاره همیقدر نمیفهمه که سر آیت قط آخر آیت یک جای کنه ولا تقولوا لمن يقتل. نگوییم حقی کسی که کشته میشه، او بچهش می سر ببینی کشته میشه. او باز جا میگه نه زنده است، زنده است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، که یا مردن. اینطور نمیگه کشته شده اونه، باز چطور نمرده؟ یعنی مرده نگوی مثل مرده های دیگه واره، عادی مرده ها واره، بل احیان یا زنده است. چی رقم زندگی؟ زندگی دنیا؟ نه. اگر زندگی دنیا می بود مالش چرا ترکه می شد، زنش چرا نکاح می شد؟ آلی باید کارا میکرد، یک دفعه خدا چی میکرد؟ معلوم میکرد. نه، قرآن برات میگه ولکن لا تشعرون، لیکن او زندگی را شما درک کده نمیتونه. اگر در این دنیا زنده می بود خود درک کده میتونستیم یا نمیتونستیم؟ میتونستیم. خود عالم برزخ است او ما در اینجا هستیم، چطور درک کنیم؟ قرآن خودش میگه، آیتا صریح است. شما خبر داره دمی کابل تان فعلا یک جماعت است، یک جماعت است نامش نمیگیرم، او خیلی قوی جماعت است، در جای دفتر و دیوان هم داره، مردم دعوت هم میده. رهبری خدا میگه که حقیقتا نمرده. چی شده؟ بگوی بردش، دشمنا بردش، روسا بردش، خو حقیقتا نمرده. یک وقت پس چی میشه؟ ظهور میکنه. نه یک وقت ظهور میکنه. مهدی اینمیست. مهدی کی هسته؟ اینمیست. از این گپا چقدر مردم استفاده ها میکنه. ببینه مهدی نو پیدا میشه یعنی که ظهور میکنه، نو پیدا میشه، از مادر تولد میشه. عقیده اهل سنت والجماعت امیست و در حدیث صحیح امی گپ ذکر شده، کسی که خلافی از این عقیده داره او اهل سنت والجماعت شمرده نمیشه. این نظریات غلط باید آدم چی نکنه. اهل تشیع مهدی را چی داره؟ عقیده داره که در سرداب داخل شده، از مادر تولد شد، باز رفت تاکم باز یک وقت نه. اما تو رست یا نه؟ در سنیا هم یک تعداد عقیده داره، میگه نه و باز مهدی را نمیگه، ابو حنیفه غازی را میگه. محمد ابن حنیفه غازی است. یا بچه کی بوده؟ علی رضی الله عنه. در غار داخل شده برای اسب کدن چی؟ نعل خود. چی؟ نعل کدن اسب خود. اسب نعل کده رئیس. این قدر غارم غاری ریگی روان است. دلیل از چی میگیره؟ میگه یک دختری کوچی برگکش داخل شد در غار، وقتی که داخلش رفت این دختر گم شد. این کوچا رفتن این دورسندان 3-4 ماه اونجا تیر کردن، دختر گم شد، یا فاتحه‌گیری کردن، خیرات کردن، پس آمدن همینجا که کوچه تا کردن، دختر برآمد قطی بره. کجا بودی؟ گفت من خواهم برگک رفت از پیشم، باز اونجا داخلی غار یک بازار بود، اسبا نال میشد، ترقص. من یک دقیقه شیشتم سیلش کردم، پس برآمدم. سریازی این قدر وقت تیر شده، این قدر واهیات و دروغ است. ریگی روان شیخ صاحب عبدالکریم همونجا در ریگی روان رفته در غار که چی چیز است. محمد ابن حنیفیه غازی مازی گپا که مردم میگه در غار داخل شده غلط است، واهیات است، دروغ است. کسی که میگه که در اولاد پیغمبر علیه السلام کسی در سرداب رفته، اول اهل تشیع یک جواب بگویه. تنها در نام امام مهدی از 100 قول اضافه است، 100 قول اختلاف داره. شما عجیب گپ است. عجیب ترین دروغ تاریخ یک کتاب است یا نه؟ این موضوع را براتون اونجا بحث کرده. بعضی تان داری همین کتاب عجیب ترین دروغی بگوید تاریخ.
خو این را میگه وهم پرستی. وهم پرستی نیست. چطور مهدی، چطور محمد ابن حنفی غازی است که مسلمان ها در آتش از دست کفار چی میشه؟ بگوی میسوزه، چی بریان میشه، ولی تعالی را از پیش نال نشده. چندین هزار سال از پیش نال شوه باز برای این کار بکنه. این را تاویلات فاسد میگه. یا در عبادات عام مبتدعین دلیل میگیره، سند میگیره. چی میگه؟ وی آلی دعا کاری بد است؟ آلی قرآن خواندن کاری بد است؟ همینطور میگه نمیگه؟ آلی سیرت رسول الله بیان کردن کاری بد است؟ آلی فقیر نان دادن کاری بد است؟ سعی کنی برای خیرات چی را با نمیگیره؟ شکم یک فقیر آدم سیر کنه کاری بد است؟ تو را در چی میانداز اشتباه؟ آلی دعا کردن بعد از فرض و سنت، آلی دعا خودش بد است؟ ما خود دعا را بد نگفتیم. ما فقیر گرسنه را سیر کردن بد نگفتیم. ما سیرت بیان کردن بد نگفتیم. ما چی را بد گفتیم؟ خاص کردن یک روز برای یک چی و عبادت و یک شی که الله او را خاص نکرده، پیغمبر خاص نکرده. تو جناب میخیزی انتقاد سری پیغمبر داری که پیغمبر نمیفهمید. ما از کده چی میفهمم؟ پیغمبر نمازها را سنت در خانه میبرد، به آیت اجتماعی دعا نمیکرد، ولی پیغمبر نمیفهمید. بسیار یک امر ضروری را ترک کرده. و کدام است؟ مردم کلگی بشینه دعا را به چی بکنه؟ آیت اجتماعی بکنه. تو مخالفی پیغمبر هستی. این را میگه زایغین که از چی؟ از مشتبهات چی میکنه؟ استدلال میکنه برای تایید چی؟ مسلک خود. نعوذ بالله. قرآن کریم محک یا معیار برای شناخت همچون مردم را قرار داد. امی آیت های قرآن کریم متشابهات و محکمات. تو پشت محکم برو، متشابه را تسلیم شو که بله الله کدام اراده که کرده حق است و ما کیفیتش نمیدانم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. راسخین فی العلم همیشه دعا میکنه خدا که میبینه که در مسلک قوی آمده، سوچم اسلامی را قبول کرده، رای قرآن و حدیث گرفته، در بدعتا، در خرافات، در رسمات، در رواجا مبتلا نیسته، باید دعا بکنه. چرا که الله ای را نجات داده. ما شما باید بسیار دعا بکنیم. چرا؟ راسخین فی العلم خو میگه که الله ما را توفیق دادی که آلی در متشابهات بگوی مداخله نمی کنیم، بلکه همونطور تسلیم شدیم. این همی قسم ما را نگاه کو تا آخره. ثبات و پایداری را نصیب بکو ربنا پروردگار. لا تزغ قلوبنا، کج نسازی، منحرف نسازی دلهای ما را بعد از هدایتنا، پس از که ما را هدایت کرده به سوی حق، به سوی عقیده توحید. و هب لنا، بخشش کو بر ما من لدنک، از طرف خود. اگرچه ما مستحقش نباشیم. چقدر دعای عجیب است. من لدنک، از جانب خویش اگرچه ما مستحق نیستیم. رحمتا، رحمت خاص خدا. اینجا رحمت چی معنا داره؟ ثبات و پایداری بر راه مستقیم که تا آخر عمر تو روان به او باشی، خاتمت به نیکی شوه. اینی را میگه رحمت. انک انت الوهاب، یقینا تو الله نه کسی دیگه. الوهاب، بخشش کننده استی. پس یکی از بخششای رحمتیت است که ما را در راه ما، در دین ما ثابت قدم نگاه بکنی. اهل زیغ کل فرقه های منحرف، مشرک و مبتدع را مکمل شامل میشه. حدیث عایشه رضی الله عنها است، پیغمبر علیه الصلاة والسلام میفرماید، میگه هرگاه که دیدی مردمایی که پشت آیاتایی چی متشابه میگشتن، بفهمی که یا اهل زیغ هستن و از اهل زیغ خدا چی بکنه؟ بالکل نگاه بکنه. اون مردما که از آیات مشتبه برای تایید مسلک خود چی میکنه؟ دلیل پیش میکنه. او را میگه از وا حذر کنه و خود دور نگاه کنه. ربنا انک جامع الناس، پروردگار تو جمع کننده کل مخلوقات در میدان حشر استی. مخلوق جمع میشه لیوم لا ریب فیه، فی یوم، در روزی که لا ریب شک نیست فیه، در آمدن در اثبات او روز که او روز آمدن نیست. مخلوق کلگی در میدان حشر جمع میشه. تو ما را رسوا نسازی. ان الله لا یخلف المیعاد، یقینا الله تبارک و تعالی لا یخلفو، مخالفت نمیکنه میعاد از وعده خود. الله تو وعده کرده که دعا را میپذیری، تو برا قبول میکنی، ما به یقین کامل به تو رجوع میکنیم. دل ما را، قلب ما را منحرف نسازی، ثابت قدم نگاه بکنی. آخر خاتمه ما را که دو میدان حشر است ما را بر رسوایی نکشانی. الله ما را
درست در اونجا سالم نگاه کنی. آمین بگوید. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. دا اسمانونو نازمکی تنازل کړه شو